سلام بیادر جان. بیا درون اگونه دیگه. سری که زمیال شروع کردینه پیش از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم گفتمتان که در چوکات گپ بزنید. در چوکات کی میبینه؟ خب گمش کو. شما آرزو ارمانتان در زندگی چی است؟ یک دانه زن بگیرم. خو یعنی مجرد استین؟ نه یک عروسی خو کردیم، یک توی دیگم که خدا بده. نه بخیر، خدا خیر کنه. دیگرها توانایی یک دانه را نداره، خود دومی را میخوای بگیری. دارن توانایی شکلگی دارن. منظور من مصارف است. خود دیگه منظور تا منظور است. گیره بگو که چند تا اولاد داری؟ نام خدایش 7 تا. خو یعنی 9 نفر هستی. آید از کراچی چه خود باشه که 9 نفر نان بته. باز فکر زن دوم داری خو. داد خداست دیگه. مقصد از شما نفرکای یوتیوبر که دواید ما زیاد است. همین قسم که میگی و معلوم میشه. صبح بخیر مام یک کراچی را بگیرم. نه تو فقط یک نمبر تو بر ما بده. نه خب باف خارج از چوکات گپ زدی. من موسر برای نمیگیرم علاقت کو. ناز نکو دیگه بگی او بیادر یکم داخل چوکات گپ بزن. با خدا از خارج از چوکات سوال میکنه.